سرچشمه تامین آبیاری کنی زمین‌های کشاورزی شهر ترسونزاده دریاهای قرطاق و شیرکند و کانال حصار بوده. برای آبیاری میدان‌های کش 42 شبکه آبیاری با طول درازی 212 کیلومتر خدمت می‌رساند. در حدود شهر این شبکه‌های آبیاری و 9 زهبور و زهکش‌های بین خوجگی با طول درازی 34.7 کیلومتر موجود است. همه میدان‌های کشت زراعت‌های کشاورزی از جانب اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری در شهر ترسونزاده سریع وقت با آب تامین کرده می‌شود. اداره دولتی بهداشت زمین شهر ترسونزاده با باوری گفته می‌تواند که در موسم آبدهی همه خوجگی‌های دهقانی را با آب فلزی تامین نماید. این حال با همگان معلوم است که خوجگی‌های دهقانی کشتی اول خود را به آخر رسانیده حاصل دل خود به دست آوردند. اداره دولتی بهداشت زمین شهر ترسونزاده با خوجگی‌ها شهردنامه بسته با موفقیت گفته می‌تواند که در موسم آبدهی همه خوجگی‌های دهقانی را با آب فلزی تامین نماید. موسم تیرماه و زمستان سال گذشته از جانب مسئولین ساحه با مقصد بهتر نمودن حالت ملیارتیوی زمین‌های آبیاری شونده کشاورزی و بلند برداشتن محصولات نوکی 15320 متر کوبی با طول درازی 5770 متر زهبور و زهکش‌ها توزیع کرده شده. 155 گکتار زمین‌های کشاورزی که حالت ملیارتیوی غیر قناعتبخش داشتند به حالت قناعتبخش برگردانده شد. متخصصان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری در شهر ترسونزاده کوشش می‌نمایند که در موسم آبیاری زراعت‌های کشاورزی تمام شبکه‌های آبیاری برای خدمت رسانی آماده باشد و آنها توانند سریع وقت کشاورزان را با آب تامین نمایند.